رسد به این پروژه رامدا رزیدنس، خانه های 2 جمع 1 و 3 جمع 1 را داریم. بسیار پروژه خوب در موقعیت خوب در منطقه اسنیورت نزدیک به اتوبان E5 هست. میریم داخل پروژه رو ببینیم. امید که از این ویدیو خوشتان بیاد. خانه آمدیم طبقه بالا، خانه 2 جمع 1 است. نت 95 متر مربع نتش است. داخل خانه میشیم. بسیار یک پروژه با کیفیت، بسیار یک پروژه عالی در بهتر موقعیت استانبول بیلیکوزو هست. موادی که در این تعمیر استفاده شده بسیار با کیفیت است. همونطور گفتم نام رامدا را هر کس میشناسه، هتل رامدا هست اینجا. این قسمت سالن رو میبینین. سالن بسیار کلان، بسیار فراح است. در داخل سالن میتسوبیشی، مارک میتسوبیشی را براتون چی رو میتن، AC رو میتن. در این قسمت وارد آشپزخانه میشیم. آشپزخانه به همین حالت بسیار با کیفیت، بسیار مواد خوب استفاده شده. اینجا ماشین ظرفشویی مارک زیمنس هست، اجاق گاز هست و هواکش، سیستم برقی است. اینجا جای آشپزخانه است و اینجا به این حالت براتون داش و مایکروویو را هم میتن. 5 پارچه داخل خانه است. خانه های 2 جمع 1 میبینیم قاعده دیواری شده. اینجا جای ماشین کالاشویی و اتاق لباس هست در داخل دالز. اینجا همینطور که میبینین دالز هست. اتاق 2 جمع 1 یا خانه 3 اتاقه، خانه 3 اتاقه سالن بود. اینجا آشپزخانه میشه. بسیار آشپزخانه کلان، بسیار آشپزخانه لوکس. مارک رامدا، شهرک به نام رامدا هست. هتل رامدا را همگی میشناسن. اینجا یک اتاق خواب است بسیار با کیفیت، پارکینگ استفاده شده و در این قسمت هم سرویس بهداشتی را ما داریم. در داخل سرویس بهداشتی حمام ترکی رو داریم. حمام ترکی از این قسمت های خود گرم میشه. کسی که حمام میتونه اینجا بشینه، از این طریق چالان بشه و اینجا گرم میشه. به این حالت براتون تسلیم میتونیم. و اینجا هم اتاق ماستر روم است. ماستر روم هم یک سرویس بهداشتی علیه خود را داره. اینجا میبینین بسیار مواد با کیفیت و عالی را استفاده کردن. در داخل سالن AC را براتون میته، اما در اینجا تنها پایپش مانده، اینجا AC داده نمیشه. قیمت های خانه های 2 جمع 1 کمترین مبلغش از $220,000 شروع میشه. نسبت به طبقات، نسبت به رخ خانه ها قیمت ها متفاوت است، اما شروع قیمت از $220,000 است. مناسب شهروندی، مناسب اقامه ترکیه هست. امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آمده باشه.